سلام. اولین سوالی که برادر پگا میمبری بی نمازی با نمازی پگا میمبری وقتی مردی پیامبر گفته این سخن پیامبره میگه که اول چیزی که ترا راست میکنن میپرسن همینه نماز تا ادا کردی یا نکردی. از همین شما را میپرسن برادر عزیز. وقتی پرسد که نماز را ادا کردی یا نکردی وقتی بهتری میشود که مقصد که خیر نخواندم یا اینکه آخه این گپ رو گفتند میدونی چقدر برادر عزیز برای تو خجالت میشود. برای برادرای عزیز بی نماز نباشید. شما نمازان را در همه حالت خوانید. هر زمان همین ساعت عمر شما تمام شدنش امکان دارد. هر زمان بیدل میگو یک وجب راه است بیدل از تو تا دامانی خاک تا قبرستان همون که میبرن میگرانند بین قبرستان و بین تو میگه یک وجب های دور نیست. یک وجب راه هست بیدل از تو تا دامانی خاک در سر میزگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. رنگ همه اشک سر میزگانی یا این زمان میافتی یا زمان دیگه است. باید شما برای چی پیامبر میگه استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از اونی که مرگ به سراغت میاد تیار باش. تیار با معنای این نیست که شما بشینم. تیار اینه که نمازکان خواندگی است. کسی را در حیات تهمت نکردم، حق کسی را نخوردم، زن کسی را دست درازی نکردم، ای حرام های او استفاده نکردم. برادر تیاریم همینه، همه طرف تیارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که تا اگر تیار نباشی سرت در بالیش نمان. تیار که همه سرت بالیش نمان شاید در هم خواب جانتا بگیرن. همین برادرای عزیز از الله بترسید. زیرا حق ترسیدنی هم دارد. خدا پرده کنه این کار رفتارهای ما و شما را که وقتی در ما و شما این عمل ها نباشد عیب در مسلمان. خداوند بازم خیر کن که ایمانتون را کامل کنه. من این محبت خواهش کنم با بدین زیاد بدونم. همیشه شما وقتی در غریبی در سفرین خداوند کاراتون را کشویش بده و برا بده و علای مهربان بازم توفیقاتون را زیاد کنه و خدا تحصیلتون را زیاد کنه برا رو برکت کنه و علای مهربان گذشتگانتون را رحمت مغفرت کنه بیماریاتون شفا بده. ربنا افتح بیننا و بین قوم